خب اخبار مهمی روی تقویم نداریم، اما سایت investing.com رو اگر بخوایم نگاه بکنیم یه گزارش مالی منتشر شد که خیلی از سهام‌ها به سمت پایین حرکت کردن. بعضی از سهام‌ها هم خیلی خوب تونستن به سمت بالا حرکت بکنن، مثل شرکت برکشای هاوای که برای آقای وارن بافت هستش، تونست یه سود بسیار خوبی و جذابی رو کسب بکنه با توجه به بیمه‌ای که داره منتشر میکنه. یه بخشی از شرکتش برای بیمه هستش و کلا شرکت‌های سرمایه‌گذاری به نظر من توی سال 2025 با توجه به اینکه یک بحران مالی میتونیم داشته باشیم، امروز همین اول تحلیلم بهتون بگم گزارش گلسنودم با هم دیگه میریم بررسی میکنیم، داده آنچینش خیلی جالبه، به اونم میپردازیم. و صحبت‌هایی که توی وال استریت داره میشه، صحبت از یک بحرانه، صحبت از یک ریزش بسیار جذابی هستش که همه خودشونو آماده کردن با سرش که اگر اتفاق افتاد رکب نه تنها نخورن، بلکه توی اون بحرانه بتونن یک سرمایه گذاری بسیار جذابی انجام بدن. وقتی که دوباره پول بک میزنه به سمت بالا قیمت، بتونن اونا رو سیو سود بکنن و ازش استفاده بکنن. توی بخش تلگرام هم من اومدم یه دونه پست واسهتون گذاشتم که یه صفحه فروشی برای اتریوم داره ایجاد میشه توی صرافی های بایننس و از اون طرف کوین بیس، اگر اشتباه نکنم دو تا صرافی بود. حواستون باشه، فروشا داره زیاد میشه روی اتریوم. امکان داره که اون ریزشه که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم اصلا خیلی زودتر از این حرفا بخواد اتفاق بیفته که اون همه اتریومو گذاشتن برای فروش. خب بیایم از شاخص دلار شروع بکنیم. به نظر من بذارید بریم سراغ گلسنود، بعدش میایم سراغ تحلیل خودمون و صحبتمون رو میکنیم، چون تحلیل خودمون که زیاد درباره‌اش صحبت کردیم. ببینیم گلسنود نظرش چی هستش. من خلاصش رو خدمتتون میگم دیگه، خط به خط ترجمهش واسهتون نکنم. ببینید همون اولش میاد یه هشداری میده که به عنوان اینکه ما نقدینگی توی بازار خیلی کم شده و همین کمبود نقدینگی که روی حالا نمودارهای داده آنچین من واسهتون بررسی کردم و داده های کلان، که مثلا داده های کلان رو این دیگه نیومده بررسی بکنه، فقط یه سری از نمودارهای آنچین اومده واسهتون بررسی کرده. همون امتومانی که دیدید بهتون نشون دادم تثبیتشو. خب اون وقتی که اتفاق میفته ما خلأ نقدینگی داریم توی بازار. هر نوسانی که توی بازار بیفته با توجه به اینکه بازار عمق نداره و فروش سنگینی کسی بخواد بزنه، حتی فروش های متوسط مثلا توسط ماینرها که دارن ماین میکنن اتفاق بیفته، از این طرف میتونیم نوسان‌های بسیار شدید و اگر هم بیشتر از حد مجازش باشه میتونیم ریزش‌های شدیدی توی مارکت ببینیم. حالا توی آخر تحلیل من بهت میگم که قضیه اصلا از چه قرار هست، تا کجا رو میتونن ببینن و اینا زیاد جای نگرانی هم نداره، چون همون پلنی که ما واسش خیلی وقت پیش چیدیم عین همونه و هیچ تغییری هنوز نکرده. از اون پلن ما هنوز جدا نشدیم، خلافش ثابت نشده که ما بخوایم پلنمون رو تغییر بدیم. دوباره ما یه مقدار بیایم پایینتر درباره سولانا و اتریوم میاد صحبت میکنه. میگه که مثلا حتی درباره میم کوین ها هم میاد صحبت میکنه. میگه سهمشون از بازار نسبت به گذشته بسیار کمتر بوده و با توجه به اینکه ما کمبود نقدینگی داریم و مثل دوره های پیش نیستش، به خاطر همین خیلی اونا ضربه خوردن و در آینده هم میتونن ضربات بیشتری هم حتی بخورن. اگر اون ریزش اتفاق بیفته اونا میتونن ریزش های بسیار سنگینتری و عمیق‌تری داشته باشن. حتی خود اتریوم، حتی خود سولانا که جزو 10 تا ارز اول هستن، اما مثلا ایکس آر پی که خیلی رگ گردنشون رو باد میکنن و صحبت در ریزشش میشه، همه میگن که چرا مثلا اینطوری داری صحبت میکنی و فلان و اینا. دیگه حواستون باشه سهام‌ها خیلی غول داره به سمت پایین حرکت میکنه دیگه. بازار کریپتو که یه دونه از اونها نمیشه. باز دوباره بیایم پایینتر، دوباره درباره همین مارکت کپشون و اینا داره صحبت میکنه و یه سری از نمودارهای آنچین رو بررسی میکنه که به صورت حالا چی میگن نوسانگر هستش، به سمت بالا و پایین داره حرکت میکنه. نقدینگی ها رو میاد بررسی میکنه که به میزان بوران مثلا قبلی نیستش. به خاطر چیه خب این اتفاق افتاده؟ ببین خود گلسنود به این اشاره نمیکنه، اما من توی تحلیلام دفعات قبلی هم اومدم گفتم که به خاطر اینه که سیاست بانک مرکزی آمریکا که غول شماره 1 اقتصاد جهان هستش تغییر کرده.
اون بازارگردانه، هر چی که اون بگه، هر سازی که اون بزنه ما باید باهاش برقصیم. اگر بخوای مخالف این عمل بکنی و بگی که من نه یه جور دیگه میخوام برقصم و به این اصلا اهمیتی نمیدم، نمیدونم فدا رزرو دیگه کی هستش، خب باشه برو جلو ببین که اوضاع از چه قراری میشه و چقدر میتونی ضربه بخوری. بازار ETF رو داره اینجا بررسی میکنه به صورت اثبات ETF هستش که نت فلوش به شدت به سمت پایین حرکت کرده. ببین اصلا همچین چیزی رو قبلا تا از زمانی که منتشر شد دیگه ETF برای بیت کوین اومد، همچین چیزی تا حالا وجود نداشته که انقدر ناامید باشن سرمایه گذاراش و انقدر کاهش ما توی بازار ارزم به حضورتون که ETF اثبات بیت کوین ببینیم که دوباره یک زنگ هشداری برای بیت کوینه. خب دوباره اینجا یواش یواش داره شروع میشه همون مطلبش و خودمونم میریم روی چارت با هم دیگه بررسی میکنیم. اون محدوده‌ای که برای ریزش میتونه اتفاق بیفته میگه میتونه مثل سال 2021 باشه که ما یک ریزش عمیق داشتیم به سمت پایین، خط زرد رنگ رو دیدیم و بعدا به سمت بالا حرکت کردیم. توی نمودارهای بعدی هم میاد دوباره به همین قضیه اشاره میکنه که اتفاق افتاده. ببین صحبت از این نیستش که ما کلا نزولی بشیم به سمت پایین، خب صحبت از اینه که اصلاح عمیقه که شاید میتونه اتفاق بیفته. خب توی چه محدوده‌ای میتونیم بریم ببینیم؟ همون محدوده‌ای که قبلا هم درباره‌اش صحبت کردیم، محدوده $65000 تا $73000 نهایتا میتونه اونجا رو ببینه و از اونجا به سمت بالا یه حرکتی رو بکنه. این خودش عدد $71600 رو آورده اینجا روی نمودار مشخص کرده که داره درباره این صحبت میکنه که شورت ترم هولدرها فروش خودشونو بزنن. توی تحلیل آنچین قبلیمون بود یا 2 تا قبلی بود درباره شورت ترم هولدرها من خیلی صحبت کردم و گفتم که همیشه وقتی که ریزش بخواد اتفاق بیفته اولش با شورت ترم هولدرها شروع میشه. وقتی که تصمیم بگیرن بگن که آقا ما اینجا تسلیم میخوایم بشیم و فروش خودمون رو بزنیم که خیلی صحبتش هست یه بالا زدنی توی بیت کوین اتفاق بیفته، اونا فروش خودشون رو بزنن و ریزش اصلی اتفاق بیفته. یا نه از همینجا که هستیم دیگه میگن که ما تسلیمیم، ما فروش خودمون رو انجام میدیم و به سمت پایین میتونه قیمت حرکت بکنه تا دوباره خریدهای خودشون رو بزنن. چون نقطه سر به سریشون الان روی فکر کنم که روی بذارید من اینجا مشخصش کنم داره دقیقاً به ما میگه که توی چه قیمتی اینا میانگین خریدشون هست. من این مقدار زوم بکنم روی گوشی خوب بتونید ببینید اینا میانگین قیمتیشون، میانگین خرید قیمتیشون که جایی که بالاش باشه میرن توی سود، پایینش باشه میان توی ضرر، روی عدد $92396 هستش. خب اگر $92300 به سمت پایین حرکت بکنه اینا میرن توی ضرر، اگر بالاش باشه اینا میرن توی سود. به خاطر همینه که میگم اگر یه بالا زدنی اتفاق بیفته خب واسه اینا خیلی خوبه که بتونن فروش خودشون رو انجام بدن و با توجه به اینکه نقدینگی بازار نداره و احتمال اینکه از همینجا به سمت بالا بخوایم حرکت بکنیم کم و کمتر داره میشه، پس میگه بذار من اینجا سیو سودمو بزنم، فروش خودمو بزنم، دوباره که نمودار حرکت کرد به سمت پایین من رفتم توی ضرر، پول نقد داشته باشم اونجا بتونم خرید خودم رو انجام بدم و به سمت بالا حرکت بکنم. دقیقاً همون چیزی که ما توی تحلیل اومدیم گفتیم 2 تا استراتژی میتونی برای خودت داشته باشی، یکی شورت ترم باشه یکی هم لانگ ترم باشه. حالا شورت ترم یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاری کوتاه مدت شورت ترم، لانگ ترم هم یعنی سرمایه گذاری بلند مدت. زمانی هم که به سمت پایین حرکت میکنه مثل دفعه قبلی ببین چجوری نوسان میکرد، میرفت بالای این خط قرار میگرفت، اینا میرفتن توی سود، سریع فروش خودشون رو انجام میدادن، پولشون رو نقد میکردن، دوباره به سمت پایین که حرکت میکرد خرید خودش رو انجام میداد، دوباره بالا فروش، دوباره پایین خرید، دوباره بالا فروش. خب اگر میخوای شورت ترم کار بکنی که من دستم خورد این نابود شد، باید این کارو بکنی. اگرم بخوای لاین ترم هولد بکنی خب باید چه کار بکنی؟ اینجاست روی این یکی نمودار، بیا بهت نشون بدم که الان میریم با همدیگه سراغ آنچینش تکنیکالش و تکنیکالش هم بررسی میکنیم. خب لاین ترم میاد چی کار میکنه؟ توی ریزش های عمیقی که به سمت پایین حرکت کرده میاد خرید خودش رو انجام میده، به خاطر همین میانگینش یه لول میاد به سمت بالا. بذار من اینو زوم بکنم ببین
ریزشه که انجام شد به سمت پایین، داشتیم یه کانالی رو به سمت پایین میدیدیم توی محدوده 72 $3000 تا $49500. نمودار اینا داشت میومد به سمت بالا. یعنی چی؟ یعنی داره خرید میکنه، یعنی میانگین قیمتیش داره به سمت بالا حرکت میکنه. از عددهای اینجا میشه گفتش که $18000 رسید به $25000. خب این نشونه چیه؟ خرید کردنه. پس اگر به سمت پایین حرکت کرد باید به صورت لانگ ترم عمل بکنی و خریدای خودتو انجام بدی. اگر هم میخوای نوسان‌ها رو بگیری که به صورت شورت ترم، اومد پایین خرید، رفت بالا، سیو سود و فروش، اومد پایین دوباره خرید، رفت بالا، فروشتو بعد انجام بدی. دوباره برگردیم روی گلسنود و یه مقدار پایین‌تر بیایم ببینیم که دیگه چی داره. خب دوباره روی این یکی نمودارش هم داره همون میزان سودها و ضررها رو داره نشون میده که چقدر هستش و امکان چی هستش. ببین عین سال 2021 میگه همچین رفتارایی رو ما دیدیم و بعدش اون ریزش اتفاق افتاد و به سمت پایین یه حرکت بسیار شدیدی رو دیدیم که همه گفتن که ما اصلا نزولی شدیم، به سمت پایین بازار دیگه حرکت کرده. این دفعه هم میتونه همچین اتفاقی بیفته بر اساس داده هایی که ما روی نمودارهای آنچین و نمودارهای تکنیکال داریم میبینیم. حالا کی برنده است کی بازنده است این دیگه همینجا صحبتشو میکنه و دیگه صحبت خاصی نداره. دوباره یه نمودار دیگه هم میاره، شورت مولرها رو داره نشون میده که ساپلایشون اینجا بالا هستش و میتونن دوباره بزنن و به سمت پایین نمودار حرکت بکنه. همون صحبتاییه که توی داده آنچینامون رفتیم هفته‌های قبل بررسی کردیم. خب جدید نیستش. اما آیا برای شما کارایی داره این یا نه؟ من بیام روی خود بیت کوین یه صحبتی بکنم. امروز بازارهای دیگر رو من فاکتور میگیرم که زیاد نشه تایم ویدیو. خب خیلی ها میان شکایت میکنن و میگن که چرا زیاده. خب من میام توضیح میدم دیگه همه چیز واسهتون. اگه توضیح ندم که تایمش کم میشه. ببینید اگر به فکرش باشی، خب من روی هفتگی هم بذارم که روی گوشی خوب دیده بشه. این روی هفتگی درسته؟ ما دو تا فیر ولیو گپ اینجا داریم توی این کندل و توی این کندل. همون محدوده $65000 تا $73000 و اینجا هم محدوده $80000 تا $82000 که گپ CME هم داریم. خب ببین چقدر اهمیت داره، چقدر ما اینجا میشه گفتش یه جورای گنج داریم. این زیر که خوابیده. به فکرش هستی یا نه؟ پول نقد کنار داریم میذاری یا نه؟ من پیشنهادم به شما اینه که هر جا که داریم نوسان گیری میکنیم، حالا چه روی آلت کوینش باشه، چه روی خود بیت کوینش باشه، چه اتریومش باشه، چه نمیدونم سولارانش باشه و اینا، اون خریدی که به صورت لانگ ترم داری برای بلند مدت مثلا 6 ماه دوم 2025 و آخر 2025 اون که صحبت شده. خب اما استراتژی شورت ترمت که میاد سرمایه گذاری کوتاه مدته، حتما ازش استفاده لازم ببر. هر چقدر دیدی که به سمت پایین اومده خرید و زدی، بعد هر چقدر به سمت بالا حرکت کرد مدام سیو سودتو بزن. نگو که مثلا 11% حرکت کرده به سمت بالا، نه من سیو سودمو نمیزنم. مثلا روی طلا میام یه پوزیشن اعلام میکنیم میره به سمت بالا 15% بهت سود میده، میگه نه 15% کمه من سودمو بر نمیدارم، بیشتر از این حرفا میخواد بره. سیو سودتو بزن. امکان نوسان‌های بسیار بزرگ توی مارکت خیلی زیاد شده و این چرا این اتفاق میفته؟ فرض بگیر خب بخوان مثلا یه کشتی خیلی بزرگی و مثلا فرض بکن یه دونه کشتیه، خب این مثلا یه دونه کشتی خیلی بزرگه، بخوام بندازنش توی یه دونه آب کوچیک، مثلا توی یه دونه استخر. وقتی که اینو میندازن تمام آب استخر به سمت این ور اون ور پرتاب میشه و اونجا خالی میشه. این همون کمبود نقدینگیه که میتونه اتفاق بیفته. به خاطر اینکه فدرال رزرو اومده شیرفلکه رو بسته، نقدینگی نمیاد توی بازار، امکان ریزشه بسیار زیاده. چرا اون موقع که مثلا توی این رنج بودیم این اتفاق نیفتاد؟ توجه داشته باش زمانی که ما اینجا بودیم یه دونه 50 واحد کاهش نرخ بهره داشتیم، یه دونه 25 واحد داشتیم و یه دونه 25 واحد دیگه. خب به خاطر همین نمودار نقدینگی ها رو مدام جذب کرد و بعدا به سمت بالا حرکت کرد. اما اینجا همچین چیزی نداریم.
و توی 6 ماه آینده هم اصلا همچین چیزی توی برنامه ریزی بانک فدرال رزرو نیست. از اون طرف خود ژاپن هم داره جذب نقدینگی میکنه و هر سرمایه گذاری هم که باشه این اخبار رو بشنوه، اینجور کندلا رو ببینه، میگه که خب بذار به سمت پایین حرکت بکنه بعدا من بخرم دیگه. این چه کاریه؟ میرم روی دارایی های کم ریسک‌تر سرمایه گذاری خودم رو انجام میدم، بهم سود بده. وقتی که بهم سود میده درسته کمتر از اینا هستش ولی بهم داره سود میده. بعد که بازار ریزش خودش رو انجام داد دوباره پولم از اونجا ور میدارم میام روی اینجا سرمایه گذاری میکنم و اینجا به سمت بالا حرکت میکنم. یکی از نظرش اینه که آقا نه الکیه، این حرفا همش کشکه، ما این محدوده رو اصلا به سمت پایین ترکش نمی‌کنیم. من بذار یه دونه نمودار خلوت گیر بیارم. ببین مثلا میاد طرف میگه که ما این محدوده رو به سمت پایین اصلا ترکش نمی‌کنیم، از همین جایی که هست به زودی به سمت بالا حرکت می‌کنیم. اوکی، اونم یه نظری داره و من هیچ مشکلی ندارم. درسته بعضیا هستن متاسفانه دور از جون شما به صورت لوده بازی میان توی کامنت ها مثلا صحبت میکنن و فلان و اینا. ما با اونا کاری نداریم، آقا اونم نظرش مهمه، مثلا نمیدونم محترمه فلان اینا. آقا به فکر خودت باش، اینجا مثلا میگی حفظ شده است و به سمت بالا حرکت میکنه. اوکی، من اصلا اینطوری کار نمیکنم، همیشه هم به فکر پایین قیمت هستم هم به فکر بالا هستم. اگر به سمت بالا حرکت بکنه من اوردر فعال دارم، به سمت بالا حرکت میکنه من سود میکنم، لبم خندونه، مشکلی نداره، اون طرفم سود میکنه لبش خندونه. اما اگر به سمت پایین حرکت بکنه اون دیگه پیداش نمیشه، چون رفته توی ضرر سنگین، اخباری هم که میشنوه روش تاثیر میذاره و اینجا شروع به فروختن میکنه. من اوردرام پر میشه، با سود خیلی بالاتری به سمت بالا حرکت میکنم. اگر به فکر بالای قیمت و پایین قیمت همیشه باشی، روی هر دارایی که کار میکنی کار بکن، هیچ مشکلی نداره. اگر به فکرش باشی هیچ موقع از بازار رکب نمیخوری، بلکه بازار قشنگ توی مشته و هر سمتی حرکت بکنی یه پلنی واسش داری. این نکته یک. نکته دو، اگر بخواد همچین اتفاقی بیفته، با توجه به ترسی که توی مارکت میفته، دارایی‌های کم ریسک مثل طلا و اوراق قرضه آمریکا که توی تحلیل دیروزم از لحاظ داده‌های کلان بهش بررسی کردیم میتونه یک رشد بسیار خیلی خوبی رو داشته باشه. پس پوزیشن طلا رو سیو سود مشکلی نداره، بزن. خریدایی که انجام دادی میخوای سیو سود بزنی بزن، هیچ مشکلی نداره، اما نبندش. کل فروش خودتو نزن، همون میزان سودی که میخوای برداری و بردار، همون سودی که به مارکت داده اونو بردار، بیشتر از اونو کار نکنید. بعضیا مثلا یا این طرف بوم میافتن یا از اون طرف بوم میافتن. یه سری کامنت هم دارید میذارید که برای آموزش ها مثلا سیوسو چجوری بکنم فلان بکنم بهمان بکنم، همش توی پیج هست، شما تشریف ببرید. بذارید واسهتون بیارم، شاید نمیتونید به پیداش بکنید. این یوتیوب ها آقا میاد توی یوتیوب، اینم کانال ماست، من برم توی کانال بهتون توضیح بدم. اینم توی کانال. خب اینجا نگاه کن نوشته ویدیو، درسته؟ پلیلیست، ببخشید توی پلیلیست که تشریف بیارید، حالا نوشته لیست ویدیو به فارسیش، پلیلیست که تشریف بیاری اینجا یه دونشون هستش که نوشته آموزش اینا هستش، آموزش مبانی ترید و سرمایه گذاری. وقتی که اینو شما بازش بکنی یه لیست اینجا داره، من اینو بزنم روی استا، یه لیست اینجا داره، لیستش کجا رفت؟ اینجاست، نگاه کن نوشته آموزش ساختار الگوریتم که باید اینو حتما ببینید، مدیریت سرمایه که خیلی روش مانور میدیم، خیلی روش تکرار میکنیم، اینو ویدیو دومه باید ببینید. آموزش ترید با لورج بالا، دقیقا به توضیح دادم که از لورج چجوری باید شما استفاده لازم رو ببری. باز دوباره آموزش مبانی ترید و سرمایه گذاری که کیف پولای ایمن تو بسازی، کیف پول ناایمنی که داری رابط شما بین صرافی خارجی و صرافی ایرانی هستش، اینا رو باید بری یاد بگیری. و یه سری آموزش های دیگه، مثلا آموزش استفاده کردن از چی نوشته مووینگ اوریج، مدیریت پوزیشن. اینم مدیریت پوزیشن میگه من سیو سود زدن و بلد نیستم، شما میگی خب ما قبلا آموزشش رو ضبط کردیم دیگه، آموزش ریسک و مدیریت پوزیشن اسمشو کاشین. اینا رو برید ببینید، مشکلاتتون حل میشه دیگه. نمیگی که من نمیتونستم بزنم، کسی به من یاد نداده بود که این کارا رو بکنم. نه، ما قبلا بهت یاد دادیم،
رایگانم هست، فقط شما باید بری ببینی. از لحاظ داده ها آنچین، از لحاظ داده های تکنیکال، ببین آنچین و MVRV لانگ ترم ها رو، لانگ ترم هولدر ها رو نگاه کن، زیرش کاملا خالیه. اتفاقی که دفعه قبل افتاد این دفعه اصلا نیفتاده. درصد این که به سمت پایین حرکت بکنیم بسیار زیاده. من یه سری صحبتم انجام دادم که بیاد به سمت پایین، بیاد بالا و بعدا دوباره به سمت پایین. بعضیا اشتباه دوباره فهمیدن. توی کامنت ها من دارم میبینم میگه که نظر شما صعودیه به سمت بالا، نظر من نوسانه. چرا؟ به خاطر این. نگاه کن، فشردگی رو ببین، اینجا اتفاق افتاده. الان یه سریا میگن بالا میره، یه سریا میگن پایین میاد، درسته؟ کجا بای میگیره؟ طرف اینجا بای میگیره، حسابشو میذاره اینجا. کجا سل میگیره؟ اینجا سل میگیره، حسابشو میذاره اینجا. یعنی نه اینجا برای سل اقدام میکنه، نه اینجا برای بای اقدام میکنه. دقیقاً همین جایی که قیمت هستش میخواد هول هولکی کار خودشو انجام بده. با یه نوسان بسیار بزرگ قشنگ میتونه چپ و راست همه رو بزنه و همه استاپلاسا رو جمع بکنه. الان هم که خیلیا میترسن از اون طرف سل میگیرن به سمت پایین، استاپاشون رو میذارن اینجا. خیلی هم مثلا خوشحال هستن، میگن که نه این مووینگ 200 میاد اینجا و به سمت بالا میتونیم حرکت بکنیم، لانگ میگیرن و استاپلاسشون رو میذارن اینجا. من جزو اون دسته نیستم. حالا شما اگر خواستی باشی باش، بالاخره باید یه استراتژی داشته باشی. اما توی همین ناحیه‌ای ما که هستیم، محدوده $98,000، محدوده $96,000 داریم اکومولیت رو میبینیم که داره اتفاق میفته. یعنی دست روی دست بزرگ بازار نذاشته، شورت ترم بازار نذاشته، لانگ ترم بازار نذاشته، خریدشو داره انجام میده اما کوچیک. اصل پولشو گذاشته برای این نواحی که اون موقع تمام داده آنچه میان اینو با ما میگن. روی همین نمودار اون موقع اگر حرکت رو به پایین داشته باشیم نقاط قرمز رنگ رو میتونیم ببینیم، قرمز پررنگ، نه مثل اینجا زرد و نارنجی کم رنگ. خب از این طرف MVRV بیشتر میشه، دوباره اکومولیت ساپلایشون به سمت بالا خیلی خوب میتونه حرکت بکنه. اتفاقی که دفعه قبلی افتاده بود، خب توی داده ها آنچین داشتیم بررسی میکردیم، اینجا رو به پایین حرکت کرده بود و به سمت بالا اون نمودارا داشتیم میدیدیم که حرکت بکنه. توی اکومولیت چرا همچین اتفاقی پس نیفتاده؟ به خاطر اینه که اینا توی این زمان داشتن میفروختن. نباید اینو بررسی بکنی، باید بیای اینو بررسی بکنی. سال 2019 که اتفاق افتاد، اون ریزشه که اتفاق افتاد، یک حجم بسیار سنگینی رو خرید زدن و اومدن اینجا فروختن. دیگه طرف مثلا دیوانه نیستش که این همه خریده دوباره بیاد اینجا بخره، که توی اون ریزش ها میان خرید خودشون رو انجام میدن. اینا بزرگ بازار هستن، اینا از بازار که رکب نمیخورن و هر چقدر که اینا دارن اینجا خالی میکنن دوباره دارن پرش میکنن. حواستون باشه به این قضیه که چقدر میتونه توی آینده سرمایه گذاریتون مهم باشه. فعلا که دارن خیلی خوب پرش میکنن و یه ریزش شدید هم اتفاق بیفته، من حدسم بر اینه که تا عددهای 50 هم میتونیم به سمت بالا برای ساپلای اکومولیت ببینیم که نمودارش این آبی کمرنگ حالا چی هستش، میتونه به سمت بالا خیلی حرکت خوبی رو داشته باشه. داده‌های دیگه هم که مثل وال MVRV هم دوباره داریم میبینیم همین رو تایید میکنه که پایین نمودارشون خلا هستش. شورت ترم هولدرها که پایین نمودارشون خلا هستش و میتونن یه خریدی رو انجام بدن، دوباره بره بالا، فروش اصلی اتفاق بیفته و بعدم دوباره یک شیرچه به سمت پایین داشته باشیم. لانگ ترم هولدرها هم که بهش اشاره کردم، آموزش هم بهتون گفتم. پس حواستون روی تایم فریم های بالا خیلی باشه، الکی خودتو درگیر تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته و اینا نکن. محدوده ها رو قبلا بهتون گفتم، برای سل گرفتن این محدوده مناسبه و برای اوردر اثبات برد کردن این محدوده که استاپلاس دیگران هستش، باید از اینا استفاده بکنی. باقیشو من خودم شخصا قبول ندارم. حالا اگر استراتژی شما هست مشکلی نداره، اگر سود می‌کنی با همون استراتژی ادامه بدید. ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. دوستان لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر دوست داشتید ویدیو رو با دوستانتون هم شیر بکنید تا دیدار دیگر بدرود.